سلام باشید خدمت یکایک دوستان، آقای ستار عزیز، خانم هنگامه و آقای رامین زمانی. مهران میرزایی هستم، استان فارس، فسا. مهران آقای میرزایی. بله. من عاشق استان فارس. خواهش میکنم. من از کوچیکی میخونم، حالا اینجا جواب بده یا نده نمیدونم. مطمئنم جواب میده. راحت. انشالله. من به خاطری که ماهیت صدام پیدا بشه یه خواننده زن براتون میخونم، به خاطری که تحریرام مشخص بشه یا آهنگ از معین براتون میخونم. بسیار عالی. میگه دل سرابه به خدا، عاشقی یه خوابه به خدا، رنج و عذابه به خدا، نقش روی آبه. عاشقی یه خوابه به خدا، رنج و عذابه به خدا، تا زدی در خونه ی دل کار دل خرابه. رشتا گسستی ای فلک، پای رفتنم بستی فلک، مستم و تو مستی میکنی، ساغرم شکستی ای فلک، لحظه لحظه هام قصه غمه، غم تو سینم قد عالمه ای فلک. مرسی قربونت. آهنگ بعدی رو از این آهنگ استاد مال کی بود؟ فکر کنم شکیلا بود. مال شکیلا؟ آره. آهنگ خیلی قدیمیش بود. اوکی. نگو این آهنگم میشناختی ولی جوری که ایشون خونده نه اجرای جدید بود. نه خواننده ها حسودی میکنن، نگران نباشین شما. آهنگ بعدی. صفای اشکا هم داده این عشق، دل دور از گناه هم داده این عشق، دو چشمونت یه شب آتیش به جون زد، خیال کردم پناهم داده این عشق. آی دل عزیز من اما تو که عشق تو ویرونی ندیدی، شب سر در گریبونی ندیدی، نمیدونی چه دردی داره دوری، تو که حال پریشونی ندیدی. آی دل. مرسی مهران گل. خیلی ممنون آقا مهران. آقا شخصیت شیرازی ها رو ما چیکار بکنیم؟ من عاشق شخصیت شیرازی ها هم. چی میتونیم با آقا مهران رفیق شی؟ آقا مهران، من حس میکنم صدای شما خیلی عالیه برای آهنگای محلی، یعنی قشنگ من این اصلا چرا قیافش هم میخوره به محلی ها. نه ولی کلا صداشونو خیلی تو آهنگای محلی شیرازی میخونین. آهنگای محلی شیرازی نه؟ معلومه، واقعا من این احساس میکنم که مشخصه، ولی تون صداتون خیلی به آهنگای محلی، یعنی اون احساس دقیقاً آهنگای محلی میخوره. ساختای خودم هم داشتم. چند روز پیش ایمیلی من گرفتم، میبخشید خنده‌دار رو باید بگم. یه ایمیلی گرفتم میگه که آقایون برای اینکه به خانوما بگن مثلا شما ما از شما خوشمون نمیاد، میگن که تو سنت به سن من نمیخوره، تو خیلی جوونی. حالا ایشون هم داره میگه شما صدات میخوره به محلی. نه ولی واقعا اینو جدی میگم، الان شما چیز کردین ولی صداشون، تون صداشون اصلا تون، به خصوص هم که خب شیرازی هستن مثلا مشخصه. من شما شمالی ها حسودی که میشه بشه نتونست کاری بکنه، ما به امید آخه کاری بکنیم. نه ولی من برای آهنگای محلی میپسندی؟ یعنی برای خودت نمیپسندی؟ نه برای کار پاپ و اینجور چیزا فکر نمی‌کنم. همین بود که گفتم جوکر بهت گفتم که من احساس میکنم که
مهران جان من پاپم زیاد دارم البته. الان پاپت پاپم نه اصلا مسئله پاپ اینجا نیست. من احساس میکنم که تجربه زیادی داری تو خوندن، ولی اون تحریرهایی که میدی یه ذره هنوز جای کار کردن داروش. بخاطر اینکه تحریرهای سختی میدی، تحریرهای سختی رو انتخاب کردی بدی و باید روشون بیشتر کار بکنی که پرفکت درشون بیاد. حالا استان فارس که دارن نگاه میکنن به من میخندن. نه اصلا من موزیسینم خودم. حالا من نه اصلا نه عزیزم هیچ اشکال نداره. نه آهنگایی که انتخاب کردی ایشون که اصلا کامپلیمنت به شما داد. نه واقعا جدی میگم محلی بسیار صدات خوب میشینه روی آهنگای محلی. منم دارم بهت میگم آهنگی رو که انتخاب کردی مخصوصا از معین آهنگ خیلی سختیه. معینم تحریرهای خیلی پیچیده من خودم عمدن سخت رو انتخاب کردم که قبول بشم. حالا امیدوارم که ان شاء الله موفق بشیم. چون تعداد خیلی زیاده، امیدوارم که بتونیم